سوال: ماهیت خدا چگونه است؟ پاسخ: نخست، انجیل یوحنا ساعت 4:24 خدا روح است و کسانی که او را می‌پرستند باید به روح و راستی او را پرستش کنند. دوم، نامه به افسسیان ساعت 1:23 کلیسا بدن اوست. کمال آن که همه چیز را در همه چیز پار می‌کند. سوم، خدا با همه چیز یکی نیست، بلکه مستقل است. اعمال رسولان ساعت 17:24 خدایی که جهان و همه آنچه در آن است را آفرید، چون خداوند آسمان و زمین است، در معابری که به دست انسان ساخته شده ساکن نیست. نامه به رومیان ساعت 11:35 چه کسی پیش از او چیزی به او داد که باید باز پرداخت شود؟ زیرا همه چیز از او، به وسیله او و برای اوست. جلال برای او تا ابد. آمین. چهارم، خدا یگانه است، نه جهان روحگرا و نه چند خدایی. اشعیا 40:18. پس شما خدا را با چه کسی مقایسه می کنید و به چه شکلی او را برابر می دانید؟ اشعیا 40:25. قدوس می گوید: شما مرا با چه کسی مقایسه می کنید که من مانند او باشم؟